دوستای گلم سلام. بچه تو درس امروز من 30 تا جمله انگلیسی خیلی عالی براتون انتخاب کردم که اگه شما این جمله ها رو بلد باشین یعنی سطح انگلیسیتون خیلی قوی و خوبه. ببین توی هر جمله یه سری عبارت هایی وجود داره که ما هر موقع میخوایم انگلیسی حرف بزنیم اصلا از خودمون میپرسیم که این عبارت و این تیکه از جمله رو به انگلیسی چجوری بگم، اینا چجوری گفته میشه؟ مثلا میخوای بگی گمونم یا معلومه که، اینا رو چجوری بگم؟ توی این 30 تا جمله ما دقیقاً میخوایم این عبارت‌های خیلی مهم رو با هم یاد بگیریم و تمریناتی رو هم که بعد هر جمله بهتون میدم حتما انجام بدید و برای من هم کامنت بکنید که تصحیح بکنم و فیدبک لازم رو واسهتون بذارم. اگر هم این درس رو دوست داشتید که با لایکتون از تیم آموزشی زبانداد حمایت بکنید. خب این جمله رو ببینید. هیچ وقت دروغ نگو. عبارتی که میخوایم یاد بگیریم اینه. هیچ وقت. من چجوری بگم هیچ وقت؟ شاید تو ذهنت میاد never. ولی چیزی که خودشون خیلی زیاد استفاده میکنن اینه don't ever. Don't ever. خواهی بگی هیچ وقت این کار رو انجام نده. Don't ever. حالا جمله رو بگیم. هیچ وقت دروغ نگو. Don't ever lie. Don't ever lie. هیچ وقت دروغ نگو. یا این جمله خیلی قشنگ. میگی هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. دوباره don't ever میاد اول جمله. Don't ever. حالا خودتو دست کم نگیر. Underestimate yourself. بچه ها یک کلمه داریم. Underestimate. سر همه ها. Underestimate. Underestimate. تکرار کن. Underestimate. یعنی خودتو دست کم گرفتن. Don't ever underestimate yourself. Don't ever underestimate yourself. هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. حالا این جمله رو شما به عنوان تمرین در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. میخوای بگی هیچ وقت از رویاهات دست نکش. هیچ وقت از رویاهات دست نکش. چه جمله قشنگیه. خب هیچ وقت رو که بلدی، رویا هم که میشه dream و دست کشیدن چی میشه؟ مثل تسلیم شدن، رها کردن. Give up on. از این استفاده کن برای دست کشیدن. Give up on. خب پس هیچ وقت رو یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ عبارت شماره 2. میخوای بگی نسبت به، مثلا نسبت به پارسال مشتریامون بیشتر شدن. این نسبت به چجوری گفته میشه؟ عبارتش اینه. Compared to. Compared to. حالا میخوای بگی نسبت به پارسال. Compared to last year. Compared to last year. Compared to last year. We have more customers. Compared to last year. یعنی نسبت به پارسال مشتریامون بیشتر شدن، یعنی مشتریای بیشتری داریم. We have more customers. خیلی جالبه. پس نسبت به میشه compared to. مثلا این جمله رو ببین. نسبت به شهرهای دیگه این شهر ارزون تره. خب قسمت اول رو بگیم. نسبت به شهرهای دیگه. Compared to other cities. Compared to other cities. در مقایسه با شهرهای دیگه این شهر ارزون تره. This city is cheaper. This city is cheaper. این شهر ارزون تره. پس از این به بعد بخوایم بگیم مثلا نسبت به یه چیزی compared to. حالا این جمله رو به عنوان تمرین شما بگید. مثلا میگی نسبت به تو من لاغرترم. نسبت به تو من لاغرترم. یعنی در مقایسه با تو. بنویسید و در قسمت کامنت ها برای من بفرستید. حالا بریم سراغ عبارت بعدی. عبارت شماره 3. میخوای بگی معلومه که. این عبارت چجوری بگیم؟ مثلا بچه‌ها میخوایم بگیم معلومه که خسته است. این معلومه که چطور گفته میشه در انگلیسی؟ عبارتش اینه. No wonder. No wonder. یعنی معلومه که. خب میخوای این جمله رو بگی معلومه که خسته است. No wonder he's tired. No wonder he's tired. یا مثلا میخوای بگی معلومه که ناراحته. یه کاری کردیم بعد میگی خب معلومه که ناراحته. No wonder he's upset. No wonder. تا اینجا میشه معلومه که. حالا ادامه جمله. He's upset. معلومه که اون ناراحته.
حالا این جمله رو باز به عنوان تمرین شما در قسمت کامنت ها بنویسید. معلومه که گرسنه‌ای، صبحانه نخوردی. ببین 2 قسمت داره. معلومه که گرسنه‌ای، اینو که قطعا دیگه بلدید. قسمت دوم میگی صبحانه نخوردی. دقت کن زمان فعل جمله یا امپراتورت رو درست بسازی. مربوط به زمان چیه؟ خودت تشخیص بده، برای من در قسمت کامنت ها بفرست این جمله رو. بریم سراغ عبارت شماره 4. عبارت شماره 4 اینه بچه‌ها، میگن که، به عنوان مثال میگن که خیلی با استعداده. من نمیدونم چجوری بگیم میگن که. It is said that که مخففش میشه it's said that. It's said that. همه این معادل اینه که بگیم میگن که. مثلا میگن که خیلی با استعداده. من نمیدونم. خب It's said that he is very talented. It's said that he's very talented. Talented یعنی با استعداد. میگن که خیلی با استعداده. یا این جمله میگن که این رستوران بهترینه تو شهر. من نمیدونم، میگن دیگه. میگن که دوباره It's said that. تکرار کن. It's said that this restaurant is the best in town. میگن که this restaurant، این رستوران is the best، بهترین in town، تو این شهر. حالا این جمله رو باز به عنوان تمرین شما در قسمت کامنت ها برای من بفرستید. میگن که آدم خوبیه. میگن که آدم خوبیه. بفرستید ببینم اینو چجوری به انگلیسی میگید بچه‌ها. حالا بریم سراغ عبارت شماره 5. میخوای بگی گمونم. بچه‌ها دقت دارید، مثلا میگیم گمونم حق با توه. گمونم مثل همون مثلا فکر میکنم، ولی ما بیشتر میگیم گمونم. درسته؟ گمونم حق با توه. I dare say. I dare say. این کلمه وسط میشه dare. اوکی؟ I dare say. تکرار کن. I dare say. همه این میشه گمونم. حالا جمله رو بگیم. گمونم حق با توه. I dare say you are right. I dare say you're right. I dare say you're right. گمونم حق با توه. یا مثلا میگی گمونم دوباره دیر کرده. مثلا رئیس داره با یکی از همکارا دعوا میکنه، بحث میکنه، میگی گمونم دوباره دیر کرده. I dare say he's late again. I dare say he is late again. که روانش میشه I dare say he's late again. گمونم دوباره دیر کرده. حالا باز این جمله رو به عنوان تمرین شما در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. گمونم غذا شور شده. مامانا رو دیدید سر سفره؟ میگن گمونم شور شده این غذا. شما بنویسید در قسمت کامنت ها ارسال کنید تا ببینم چجوری این جمله رو به انگلیسی میگید. حالا بریم سراغ عبارت شماره 6. عبارتمون اینه. نمیشه گفت. مثلا دقت کردی این جمله رو؟ نمیشه گفت فیلم بدی بود، ولی خب ببین نمیشه گفت. I can't say. I can't say. نمیشه گفت. جمله رو بگیم. نمیشه گفت فیلم بدی بود. I can't say it was a bad movie. I can't say it was a bad movie. یا این جمله. نمیشه گفت چی قرار اتفاق بیفته. I can't say what's going to happen. What's going یعنی چی قراره to happen که اتفاق بیفته. پس I can't say what's going to happen. نمیشه گفت چی قراره اتفاق بیفته. نمیشه گفت آدم بدیه. ببین نمیشه گفت آدم بدیه. خب این جمله رو شما باز بنویسید. من نگم دیگه بچه‌ها. اینو باز به عنوان تمرین در قسمت کامنت ها شما برای من بفرستید. پس نمیشه گفت I can't say. حالا بریم سراغ عبارت شماره 7. مگه نباید این کارو بکنیم؟ این مگه نباید. Shouldn't we? Shouldn't we؟ مثلا میگی
مگه نباید قبلش بهش زنگ بزنیم؟ Shouldn't we call her؟ نباید بهش زنگ بزنیم before going؟ قبل اینکه بریم؟ پس ببینید مگه نباید shouldn't we call her before going؟ مگه نباید از قبل رزرو کنیم؟ یعنی میخوای تاییدیه بگیری از طرف، مگه نباید این کارو بکنیم؟ Shouldn't we book in advance؟ Shouldn't we book in advance؟ نباید از قبل رزرو کنیم؟ عبارت شماره 8. شرط میبندم. مثلا میگی شرط میبندم، باز کلیداشو فراموش کرده. I bet یعنی شرط میبندم. I bet he forgot his keys again. بچه کلیداشو فراموش کرده در زمان گذشته، پس امپراتور یا فعل جمله گذشته است. forgot. I bet he forgot his keys again. یا این جمله شرط میبندم جواب تلفن رو نمیده. دوباره I bet he، چه کسی؟ او. I bet he won't answer his phone. چون برای آینده دارم یه شرطی رو میبندم، از won't استفاده میکنم. I bet he won't answer his phone. اوکی؟ پس شرط میبندم میشه I bet و بعد یه جمله کامل میگی. فاعل و فعل که فعلت هم زمانسازی میشه. عبارت شماره 9. نمیتونم جلوی مثلا فلان چیزو بگیرم. مثلا میگی نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. عبارت اینه I can't help. I can't help. حالا در ادامه فعل همراه ing میاد. نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. I can't help laughing. I can't help laughing. لف میشه خندیدن بچه دیگه، درسته؟ حالا مثلا میگی نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. I can't help بعد فعل ing. I can't help laughing. نمیتونم جلوی فکر کردن بهشو بگیرم. یعنی نمیتونم استاپ بدم به اینکه بهش فکر نکنم. I can't help thinking about her. I can't help thinking about her. دوباره بعد I can't help فعل think یعنی فکر کردن همراه ing اومد. و عبارت شماره 10. مثلا میگی حالا که حرف فلان چیز شد و بعد ادامه میدی. چجوری بگیم حالا که حرفش شد؟ Speaking of. مثلا میگی حالا که حرف سارا شد باهاش صحبت کردی؟ Speaking of Sarah. Have you talked to him? قسمت دوم present perfect حال کامل بچه. میگی باهاش صحبت کردی؟ حالا که حرفش شد بذار این سوال ازت بپرسم، باهاش صحبت کردی؟ یا مثلا میگی حرف از فیلم شد، این فیلم جدیده رو دیدی؟ Speaking of movies. Have you seen the new one? این فیلم جدیده رو دیدی؟ این دیده ای یعنی از مثلا گذشته تا الانی که داری با من حرف میزنی، اینا میشن گذشته‌ای که به الان ربط پیدا بکنه بچه میشه present perfect. به همین دلیل داریم قسمت دوم جمله رو با حال کامل یا present perfect میسازیم. حالا این جمله رو به عنوان تمرین شما در قسمت کامنت ها بنویسید. مثلا به دوستت میگی حالا که حرف غذا شد، غذای مورد علاقه تو چیه؟ بریم سراغ عبارت شماره 11. میگی نباید این کار رو انجام بدی. You're not to. نباید این کار رو انجام بدی. مثلا میگی نباید بهش دست بزنی. خب عبارت رو میگیم You're not to touch that. You're not to تا اینجا میشه نباید، حالا دست بزنی به اون touch that. نباید به کسی چیزی بگی. You're not to tell anyone. نباید به کسی چیزی بگی. پس اینجا tell میشه گفتن، anyone هم میشه هیچ کس. You're not to tell anyone.
حالا اگر بخوایم بگیم مثلا به یه بچه میگیم نباید دوستتو هول بدی. هول دادن میشه پوش. اینو چجوری بگیم بچه‌ها؟ خب من نگم دیگه. باز شما به عنوان تمرین بنویسید، در قسمت کامنت ها ارسال بکنید. بریم سراغ عبارت بعدی، شماره 12. عبارتمون اینه بچه‌ها. اگر این اتفاق بیفته چی؟ این اگر چی عبارتش میشه what if. مثلا فردا میخوایم بریم بیرون، بعد شما میگین اگه فردا بارون بیاد چی؟ What if؟ اینو میذاریم اول جمله. What if؟ حالا جملمون رو میگیم. What if it rains tomorrow؟ What if it rains tomorrow؟ اگه فردا بارون بیاد چی؟ اگه تو جنگل گم بشیم چی؟ What if we get lost in the forest؟ What if we get lost in the forest؟ پس این what if به عنوان اگر چی میاد اول و بعد جملمون رو میگیم. We get lost گم بشیم in the forest داخل جنگل. اگه گم بشیم چی؟ عبارت بعدی میخوایم بگیم مثلا بهتره این کار رو انجام بدیم. بهتره الان بریم. مثلا میگی دیر وقت دیگه، بهتره الان بریم. عبارت بهتره میشه we'd better. بهتره الان بریم. We'd better leave now. یعنی الان اینجا رو ترک کنیم، بریم. We'd better leave now. یا مثلا میگی بهتره راستشو بگیم. We'd better tell the truth. We'd better tell the truth. بهتره راستشو بگیم. عبارت بعدی، عبارت شماره 14. کجا میتونم مثلا این کار رو انجام بدم یا اینو پیدا کنم؟ کجا میتونم؟ Where can I؟ Where میشه کجا؟ Where can I؟ مثلا میگی کجا میتونم بلیت بخرم؟ Where can I buy tickets؟ Where can I buy tickets؟ کجا میتونم ماشینم رو پارک کنم؟ Where can I park my car؟ Where can I park my car؟ پس به این صورت میتونیم کجا میتونم رو با where can I جملاتش رو بگیم. عبارت بعدی عبارت شماره 15 هست. مثلا میخوای بگی نوبت توه. It's your turn to. نوبت توه که این کار رو انجام بدی. بعد تو فعل میذاریم. It's your turn to. مثلا نوبت توه که ظرفا رو بشوری. It's your turn to wash the dishes. It's your turn to wash the dishes. یا مثلا میگی نوبت توی که بازی کنی. It's your turn to play the game. بچه turn خودش همون معنی نوبت رو داره. It's your turn یعنی نوبت توه to play the game. عبارت بعدی میخوای بگی تقصیر منه. تقصیر منه که این اتفاق افتاد این شد. It's my fault. It's my fault. تقصیر منه. مثلا میگی تقصیر منه لیوان شکست. It's my fault the glass broke. It's my fault the glass broke. یا میگی تقصیر منه که دیر کردیم، دیر اومدیم. It's my fault we are late. میگه این که ما دیر اومدیم تقصیر منه. It's my fault we are late. و عبارت بعدی خیلی استفاده میشه بچه ها. این میخوایم بگیم مواظب فلان چیز باش. Be careful with. Be careful with. مثلا میخوایم بگیم مواظب اون چاقو باش. Be careful with the knife. Be careful with the knife. اینو برای راحتی with هم میگن. Be careful with the knife. مثلا میگیم مواظب باش چی داری میگی ها. یعنی حواست باشه. مواظب باش چی داری میگی. Be careful with. Be careful with what you say. مواظب باش. حواست باشه چی داری به من میگی. دوباره بخونیم. Be careful with what you say. عبارت بعدی میخوای
مثلا میگی میخوای امشب بریم بیرون؟ این میخوای با این عبارت گفته میشه. Do you feel like Do you feel like از این توی سریال فرندز هم خیلی استفاده میشد بچه. Do you feel like میخوای امشب بریم بیرون؟ Do you feel like going out tonight؟ بعد از do you feel like اون فعلی که استفاده میکنیم همراه ingه. Do you feel like going out tonight؟ یا این جمله میخوای یه فیلم ببینیم؟ Do you feel like watching a movie؟ Do you feel like watching a movie؟ پس do you feel like همراه فعل ing میشه میخوای، دوست داری این کار رو انجام بدیم؟ بریم سراغ عبارت بعدی. چاره ای نیست جز این که این کار رو بکنیم. چجوری بگیم چاره ای نیست؟ There is no choice. choice میشه انتخاب. وقتی میگیم there is no choice یعنی هیچ انتخابی وجود نداره. but to میشه جز این که. پس عبارتمون به شکل کامل اینه. There is no choice but to و بعد to فعل میذاریم. چاره نیست جز این که صبر کنیم. There is no choice but to wait. There is no choice but to wait. یا میگیم چاره ای نیست جز این که با تاکسی بریم دیگه. میگیم چاره ای نیست باید با تاکسی بریم. There is no choice but to take a taxi. There is no choice but to take a taxi. پس این عبارت چاره ای نیست جز این که به این صورت گفته میشه. بریم عبارت بعدی. یادت نره که این کار رو انجام بدی. Don't forget to. Don't forget to. یادت نره در رو قفل کنی. Don't forget to lock the door. lock یه فعله میشه قفل کردن. Don't forget to lock the door. یادت نره چراغا رو خاموش کنی. Don't forget to turn off the lights. خاموش کردن چی میشه بچه ها؟ turn off. درسته؟ خب عبارت رو میذارم. Don't forget to. یادت نره که turn off the lights. چراغا رو خاموش کنی. عبارت بعدی. یادم بنداز که این کار رو انجام بدم. Remind me to. Remind me to. مثلا میگی یادم بنداز به سارا زنگ بزنم. Remind me to call Sarah. Remind me to call Sarah. یا مثلا میگی یادم بنداز یه چیزی بهت بگم. Remind me to گفتن چی میشه بچه ها؟ باریکلا. Tell. Remind me to tell you something. Remind me to tell you something. یادم بنداز یه چیزی بهت بگم. بریم سراغ عبارت بعدی. حواست باشه که این کارو نکنی. Be careful not. Be careful not. مثلا میگی حواست باشه دیر نکنی. Be careful not to. حالا بعدش فعل میذاریم. Be careful not to be late. بعد تو فعل باید به شکل خام و ساده بیاد. پس اینجا به جای بی امویزار نذارید بچه ها. خود فعل مادر یعنی بی میاد. اوکی؟ Be careful not to be late. یا مثلا میگی حواست باشه کلیدتو جا نذاری. Be careful not to leave your key behind. بچه leave behind با هم میشه یه چیزی رو جا گذاشتن. حالا وقتی میگیم be careful not to leave your key behind. حواست باشه کلیدتو جا نذاری. حالا اگه بخوایم بگیم حواست باشه چای رو نریزی. ریختن چای یا مایعات مثلا روی لباس، روی زمین، از این فعل استفاده می کنیم. spill. spill.
این جمله رو شما بنویسید و در قسمت کامنت ها برای من بفرستید. حالا بریم سراغ عبارت بعدی. مثلا میخوایم بگیم فلان چیز همراهت هست. Do you have حالا اون چیز on you. Do you have on you. مثلا میگی پول نقد همراهت هست. Do you have cash. بچه cash میشه پول نقد دیگه، درسته؟ Do you have یعنی داری cash پول نقد on you روی تو اینجا معنی نمیشه همراه تو یا همراهت معنی میشه. Do you have cash on you. یا مثلا میگی کارت شناسایی همراهت هست. Do you have ID card on you. یا حتی میتونی ID رو هم تنها بگی. Do you have ID on you. بریم سراغ عبارت بعدی. میخوای بگیم من از مثلا یه چیزی راضیم. I am happy with. I am happy with. مثلا میگی من از زندگیم راضیم. I am happy with my life. I am happy with my life. من از کارم راضیم. دوباره عبارت رو استفاده می کنیم. I am happy with my job. I am happy with my job. خب بریم سراغ عبارت بعدی. میخوایم بگیم مثلا متاسفم ولی ادامه جمله. I'm afraid. I am afraid که مخففش میشه I'm afraid. بچه این ولی تو دل خود این عبارت هست. نیازی نیست شما بخواید but بهش اضافه کنید. مثلا متاسفم ولی نمیتونم کمکت کنم. I am afraid. I cannot help you. ببینید دیگه but استفاده نکردم. I am afraid. I cannot help you. جمله بعدی. متاسفم ولی مغازه الان بسته است. I am afraid. The shop is closed now. I am afraid. The shop is closed now. یا عبارت بعدی. مثلا میخوای بگی دیگه این کار رو انجام نمیدم. I don't اون کاره که میخوای منفی کنی و در انتها anymore. پس عبارتمون اینه I don't آخر جمله هم anymore میاریم. دیگه باهات حرف نمیزنم. I don't talk to you anymore. خود این anymore معنیش میشه دیگه. I don't talk to you anymore. دیگه فست فود نمیخورم. I don't eat fast food anymore. I don't eat fast food anymore. دیگه تلویزیون تماشا نمی کنم. این جمله رو شما در قسمت کامنت ها بنویسید. دیگه تلویزیون تماشا نمی کنم. اوکی؟ عبارت بعدی. میخوای بگی وقت فلان چیزه. مثلا میگی وقت رفتنه. خب اول عبارتش رو یاد بگیریم. It's time to. It's time to که این کار رو انجام بدیم. وقت رفتنه. It's time to go. وقت رفتنه. وقت شام خوردنه. It's time to eat dinner. It's time to eat dinner. پس وقتی میخوایم بگیم وقت یه چیزیه it's time to و بعدش یک فعل قرار میدیم. فعل به شکل ساده بچه ها. عبارت بعدی. میخوای بگی از فلان چیز خستم. از یه چیزی دیگه خسته ای. خب میگی از این خستم. I'm tired of. I'm tired of. مثلا میگی از شنیدن این آهنگ دیگه خستم. حالم داره بد میشه. I'm tired of hearing that song. یا این جمله از خوردن غذاهای تکراری خستم. I'm tired of خوردن چی میشه؟ eat. I'm tired of eating the same foods. و عبارت شماره C که آخرین عبارتمون هست. میخوای بگی مثلا از فلان چیز میترسم. میگی من از گربه میترسم. I am scared of. و بعد میگی از چی میترسی؟ خود کلمه scared
یعنی ترسیده شده، ترسیده. I am scared of cats. من از گربه ها میترسم. I am scared of dogs. مثلا میگی من از سگ میترسم. در حالی که همشون خیلی هم کیوتن و اصلا ترس نداره بچه ها. خب حالا شما در قسمت کامنت ها باز به من بگید که خودتون بگید، من جمله رو بهتون نمیگم، خودتون بگید از چی میترسید. جملهشو بنویسید و در قسمت کامنت ها باز برای من ارسال بکنید. بسیار خوب بچه ها، 30 تا جمله همراه 30 عبارتی که تو روزمره و مکالمه هامون خیلی استفاده میکنیم رو با هم یاد گرفتیم. تمریناتتون رو هم حتما برای من در قسمت کامنت ها بفرستید. لایک و کامنت هم یادتون نره. مرسی که تا انتها همراه من بودید و خسته نباشید.